هر کدوم از اون بچه‌هایی که کشته شدن جایگزین ندارن. تلخه، دردناکه، دهشت انگیزه. مهسا، نیکا، سارینا. یه شبی من به ایشون گفتم که دو تا عکس آماده کردم. عکس مهسا امینی بود و عکس اون تفلک بسیجی، آرمان الله وردی، اگه اسمشو درست بله درست. این دوستایی که رئیس جمهوری می‌بردن تلویزیون گفتم اینو با خودتون ببرید. با آقای رئیس جمهور و آقای پزشکیان گفتم که آقای پزشکیان شما 3 تا بچه رو یتیمی بزرگ کردی بدون مادر. به مردم ایران این 2 تا عکس رو نشون بده و بگو من دیگه نمیخوام اجازه بدم توی خیابونای این کشور از این بچه‌ها کشته بشن. خیلی ببخشید، من یه بارم گفتم مثل این اشک ما دم مشک ماست. چه اون بسیجی که تو خیابون کشته شده، چه اون دختر من، پسر من که کشته شدن، بچه‌های مملکتن. ما باید اجازه ندیم دیگه این اتفاق تکرار بشه. همین حالتی که به من دست داد به پزشکیان دست داد، خیلی متأثر شد. ولی گفت که به نظرم این بد برداشت میشه، فکر میکنن من میخوام با عواطف مردم بازی کنم. عکس‌ها رو بردن ولی این کارو نکردن. ما نیازمند این هستیم که اون خاطره تلخ رو پشت سر بگذاریم و اون خاطره تلخ رو باید با فروتنی، با پوزش و عذرخواهی از خانواده‌هایی که بهشون این ظلم روا داشته شده پشت سر بگذاریم، نه با گردن کلفتی، با گردن کشی. چون ما اگه قراره در این کشور این ساختار حکومت کنه، باید به مردمش احترام بگذاره، مردم احساس کنن که به حساب میان. پس مردم خسته از تحولات جنبش مهسا نیازمند بودن به این که به امورات زندگیشان حل بشه و اگه کسی بیاد که بتونه تحریم رو حل کنه و اگه کسی بیاد که رابطه ما رو با جامعه جهانی برقرار کنه، مسئله بانک‌ها رو حل کنه، FATF رو حل کنه، موضوع فیلترینگ رو حل کنه که باعث شده 15 میلیون نفر حداقل در کار تجارت مجازی دچار مشکل میشن. محققین، نویسندگان، اساتیدی که میخوان با یه سایتی تو دنیا ارتباط بگیرن، 4 تا مقاله بگیرن، اصلا این نگاه امنیتی برداشته بشه. این که اداره کشور فقط با نگرش امنیتی ناممکنه. شوروی با اون همه اهمیتش فرو پاشید، اروپای شرقی با اون همه سیستم اشنازی و پلیس مخفی فرو پاشید. اصلا نمیشه اینجوری یک کشوری مثل ایران رو اداره کرد. به نظر من یک توافق نانوشته بین این دو اتفاق رخ داد. نیروی اجتماعی که ناراضی بود اما براندازی رو باش توافق نداشت، به این اپوزیسیون نگاه میکرد و میگفت که خب رفتارهای اینا چه فرقی با داخلیا داره. یعنی آنچه که بعد از اتفاقات راهپیمایی‌های اروپایی و آمریکا رخ داد، روز به روز نگرانی در داخل رو افزایش داد. آخه این چه پوزیشنه که به ارتش خارجی میگه برو این کشور رو بمباران کن؟ این چجوری امکان پذیره؟ اینا به نظر من به هم نزدیک کرد اینها.